پول پس انداز کو، حتی اگه کم داری. ما معاینه خانه کسایی می آمد، مثلا خانما بود چند ماش داری؟ 1 لک افغانی، 2000 مثلا جای کار میکردن. چند ذخیره داری؟ چی دکتر صاحب؟ این قش 2 سال آرایش مصرف میکنی، من قربایی میتونم بخوام. این خو غلط است. چطور میتونی مصرف کنی؟ 15000 نهایتش مصرف. باید تو 85,000 تا هر ماه ذخیره میکردی که خوشی تا گپ میزد که بنده پول تا گپ میزد پول میزد چوب میشنید تا آخرین دختر گفت پولتان ذخیره کنید، از پس انداز یاد بگیرید. پس انداز کردن یک هنر است. میگه ما یک نیازا داریم، کل ما نیازهای ضروری ابتدایی خانه داشته باشیم، متر اینا نیازاست، نان داشته باشیم، ولی میگه پولت که از یک زیاد میشه اینا رو داشتی تو سر دیگه چیزا فکر کرده میری و اساسا در جای میرسی که بیا دیگه مود و فیشن و تجملات. میگه بنان یادت باشه چیزی که تو رو در پس انداز کمک میکنه که تواضع زیاد شود، که این خرچای بی جای